من فیض فهمیجان شهروند جمهوری تاجیکستان شهر کلابی ولایت ختلان میباشم. تولدم 2003 میباشد. ما در روسیه در شهر ولادیمیرسکی اوبلاست با گروه داعش دعوت شدیم. وقتی که ما در روسیه بودیم و ما گفتن که اول باید به ترکیه، بعد ایران و بعدا به افغانستان هجرت نمایید و ما هم به هجرت نموده به افغانستان آمدیم و ما خبر رسید که باید شما به کویته پاکستان هجرت نمایید تا در آنجا درس شرعی و حربی را آموزید. بعد از درس‌های شرعی و نظامی ما پلان‌های خودمان را به شما اجرا می‌نماییم و ما تصمیم گرفتیم که به کویته پاکستان سفر نماییم و در نیمروز وقتی که خاک افغانستان را عبور می‌کردیم از طرف مجاهدین امارت اسلامی دستگیر شدیم. من دولت و سراج‌الدین شمساویچ سال تولدم 1 ینوری 2003 در تاجیکستان در ولایت ختلان در ناحیه اوسه تولد شدم. من در روسیه بودم، به داعش جلب شدم و آنها به ما امر کرد که از طریق ترکیه به ایران و از ایران به افغانستان بیاییم. ما در افغانستان بودیم. ما را توسط تلگرام امر کردند که به پاکستان و شهر کویته برای درس‌های نظامی و دینی بیاییم. ما به پاکستان روانه بودیم که در مرز افغانستان ما را مجاهدین امارت اسلامی دستگیر